سلام، امیرحسین رشمن هستم. برای شروع قسمت سوم از آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون مقدماتی. تو این قسمت میخوایم با f-string و کامنت و چگونگی تبدیل داده ها به یکدیگر آشنا بشیم. کامنت ها توضیحاتی هستند درباره برنامه ما که وقتی برنامه اجرا میشه پایتون اونا رو در نظر نمیگیره و ازشون رد میشه و برای تعریف کردنش هم باید در اول خط از علامت شارپ یا هشتگ استفاده بکنیم. مثلا من یک متنی رو میخوام پرینت بکنم و میخوام در قبل این خط یک توضیح درباره این خط بنویسم. از علامت شارپ یا هشتگ استفاده میکنم در اول خط و بعد هم متنم رو مینویسم. اینجا پرینت متن و وقتی برنامه اجرا میشه پایتون فقط این خط رو برای من اجرا میکنه و این خط که کامنت هست رو در نظر نمیگیره و ازش رد میشه. مثلا اگه همین پرینت امیر رو من داشته باشم و اجرا بکنم برای من اجرا میشه، ولی اگه قبلش از علامت شارپ یا هشتگ استفاده بکنم و برنامه اجرا بکنم این خط به عنوان یک کامنت در نظر گرفته میشه و دیگه اجرا نمیشه. همچنین اگه من بخوام چند خط رو با هم کامنت بکنم اونها رو انتخاب میکنم و از کلید تکبیر کنترل و اسلش استفاده میکنم که راحت تر باشم و این خط ها همیشه برای من کامنت میشه. حالا اگه من یک متن داشته باشم مثلا این متن و بخوام در بین این متن یک اینتری باشه و از بک اسلش ان استفاده کنم که متن اولم باشه یک اینتر باشه و بعد هم متن دوم. وقتی برنامه اجرا میشه که متن اول رو مینویسه برام، بعد یه دونه اینتر میزنه و بعد هم متن دوم. حالا اگه بخوام بین متن اولم و متن دومم یک تب باشه و از بک اسلش تی استفاده بکنم. وقتی برنامه اجرا میشه به اندازه یک تب بین متن اولم و متن دومم فاصله میذاره. و حالا اگه بخوام حرف کلمه قبلی من رو حرف آخرش رو حذف بکنه، یعنی در اینجا آر رو حذف بکنه و از بک اسلش بی استفاده بکنم که وقتی برنامه اجرا میشه حرف آر رو برای من حذف میکنه. خب بریم با f-string آشنا بشیم. f-string برای این استفاده میشه که ما در پرینت کردن اون بتونیم از مقدار متغیرها همراه با نوشته استفاده بکنیم و با خطایی هم روبرو نشیم. مثلا من الان دو تا متغیر تعریف میکنم و مقدار اونها رو برابر میذارم با عدد 10 و عدد 20 و یک متغیر دیگه تعریف میکنم و اون هم برابر میذارم با مجموع متغیر اولم و متغیر دومم و در آخر هم متغیر سومم رو پرینت میکنم که مجموع از متغیر اول و متغیر دوم هستش. برنامه اجرا میشه و به درستی کار کنم. حالا من میخوام پرینت من به این صورت باشه که اول مقدار متغیر اول رو چاپ بکنه، یه به علاوه بذاره مقدار متغیر دوم یک مساوی و مجموع این دو متغیر رو برای من چاپ بکنه. برای این کار من از f-string استفاده بکنم که برای نوشته ها به همون صورت عادی می نویسم، ولی برای متغیرها یا اعداد باید داخل آکولات قرارش رو بدم. پس اول و مقدار متغیر اولم باشه نام یک، بعد یک به علاوه بینش باشه، بعد هم مقدار متغیر دومم باشه و بعد هم یک مساوی و در آخر هم مجموع متغیر اول و متغیر دوم. وقتی برنامه اجرا میشه که به همون صورتی که ما اینجا
میخواستیم به این صورت چاپ بکنه چاپ کنه و به درستی هم برنامه ما کار کنه. بریم با تبدیل داده ها به یکدیگر آشنا بشیم. مثلا اینجا من یه متغیری دارم که مقدارش برابر هست با 10، یه متغیر دومی دارم مقدارش مساوی است با 20 و در آخر هم میخوام این متغیرها رو مجموعشون رو چاپ بکنم. خب وقتی برنامه اجرا میشه با خطایی روبرو نمیشیم، اما اگه یکی از اینها توسط کاربر مشخص بشه و کاربر ما اشتباهاً به جای اینکه به صورت اینتیجر تعریفشون بکنه و داخل دبل کوتیشن قرارشون نده، اشتباهاً داخل دبل کوتیشن قرارشون میده و این رو پایتون به عنوان یک استرینگ میشناسه. وقتی برنامه اجرا بشه به کاربر خطا داده میشه. برای اینکه ما از این خطا جلوگیری بکنیم بعد همیشه متغیر اولمون رو به یک اینتیجر تبدیلش بکنیم که یه ما با خطا روبرو نشیم و اگه کاربر ما این متغیر اول رو به عنوان یک استرینگ یا اینتیجر وارد کرد، در آخر من پایتون اینها رو به عنوان یک اینتیجر بشناسه و با متغیر دومم جمعشون بکنه. برای این کار من یک متغیر جدید میسازم و اون رو برابر میذارم با اینتیجر که مخفف اینت هستش. اینت رو مینویسم، پرانتز باز و بسته و نام متغیری که میخوام به اینتیجر تبدیل بشه رو وارد میکنم یا مقدارش رو، فرقی نداره، من نامش رو وارد میکنم. و حالا به جای اینکه از نام متغیر در جمع استفاده بکنم، از نام متغیر سوم که از تبدیل به اینتیجر متغیر اولم هست استفاده میکنم. برنامه اجرا میکنم و برنامه به درستی اجرا میشه. ولی اگه اینجا به جای عدد 10 یک نوشته بود، وقتی برنامه اجرا بشه ما با خطا روبرو میشیم. چرا؟ چون ما نمیتونیم امیر رو به یک اینتیجر تبدیلش بکنیم ولی عدد 10 رو میتونیم به اینتیجر تبدیلش بکنیم. و بالعکس اگه ما بخوایم اینجا نام 1 و این هم A باشه و اینجا نام 2 باشه، مقدار متغیر هم عوض بکنم، مقدار متغیر هم عوض بکنم و بخوام این متغیر رو به استرینگ تبدیلش بکنم. البته نه و مثلا یه عدد باشه و حالا این متغیرم رو به یک نوشته تبدیلش بکنم و بعد هم اون متغیرم رو به علاوه متغیر اولم میکنم، برنامه رو اجرا میکنم و به درستی کار میکنم. اما اگه من این کار رو نمی کردم، اینجا هم متغیر اول رو به علاوه متغیر دوم میکردم، چه اتفاقی میافتاد؟ این که با خطا رو برمی شدیم چون یکی از متغیرها استرینگ هست و یکی دیگه از متغیرها اینتیجر هستش و این هم به راحتی تبدیل داده ها به یک دیگه. فلوت هم که اینجوری هستش و بولین هم از بول استفاده میکنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.